واجه نداری و تاست تناسب 2 به 1. میبینم که دو عاشق شهیدا یک جا شده اید. جاغت رو بند. راست میگوید. جاغت را بند. سلاحت را پرتا. زودتر. اگر بمیرم هم حدی اقل یکی ات را با خود بردن میخواهم. با فرمانی من مادر ترکنده رو با ماشین گذاشتن. هدف نجیب بود. با ماشین اول همسرش نشست و جای نجیب همسرش مرد. آرزو ندانستم که نیت‌های بد داری. اکنون تو و سینان را محو می‌سازم. از دستم خلاصی نمی‌یابند. میبینم که از یک رویت نمیمانی. من تو را آگاه کردم. یگید شاید مرا نشونیده ای. من تسلیم نمیشوم. این را خوب درک کن. فهمیدی؟ بچه ها آرام. خواهش میکنم آرام باشه. ماندین احمق را بکشه. آن را به ما دهید. اکا پیشی رو همان را نگیر. واتوز رو تذیر کرده؟ گوش کنید. میدانم که به او نفرت دارید اما این آدم به ما زنده در کار است. مرا ببخشید. این آدم جزایش را میگیرد. خواطر نشوید. شما به راحت باشید. مایلش آرام شوید. گپ زن. این آدم ها سالهاست که برادران را با هم جنگ انداختند. حتی میان اینها نفرانه هست که واتوز نزدیکانشون رو به قتل رسونده. برادر من راست میگوید. اکا باز در میان اینها نفرانه هست که نزدیکانشون شهید شده. برادر من را شهید کردن. خیر چی نیت داری؟ اکا من میگویم که مایلش لیکن این کس رو نکشن. آخر اینها هم حق دارن که یک شپوتی زنن. راست میگوید. کنی خوش همه قطار استید. یک قطار استید به نوبت میزنید. همه یک تاگی میزنند. کسی که 2 تا میزند از بازی میبرورد. شما جدی هستید؟ صبر کن حالا میبینی واتوز. کنی این دارو کشاید. راگرد با من میایی. چی کار میکنی؟ چی گفت خودش؟ منو به کجا میبری؟ تو راگرد گفتم ها دارم. برا کنی زود برا. بشنم. شد تو نوبتت رو گذراندی. آنجا انتظار شو. اکنون نفر دیگر. بی‌ناموس. بچه ها قایده ها رو ویران نکنه. در یک قطار استه. برادران کسی که زده است باز در نوبت استد. با این کارهای جواب میدهی؟ به نوبت استید. باز از نو خطا شوید. برگردید برادران. یعنی برادران گذارید باز. گوش کن واتوز. چهره که میبینی باری کش هیچگاه به منزل نمیرسد. اینک تو هم به دست افتیدی. اینقدر ناحقی و خیانت هایی که در حق این ملت کردی. این 2 شپاتی مردم تنها آغاز جزاهایی مثل قطار چیپتگیری استادند. خیری برادر تو با این خطا شریک من هم نشوی. برای صاحبش 2 شپاتی میزنم. تو هم به نوبت است. من هم. البته تو هم. اینجا همه برابرند. خواهش میکنم در نوبت است. خطار شو. زودتر خیری به نوبت است. بی‌ناموس. برادر نوبتت رو نمیفروشی؟ صبر کن با تو هم نوبت میرسد. آخر تو قدم تو بشو. شرف. با نوبت زنید برادران. با نوبت. بی‌ناموس. خیز از جایت. خیز میگویم. نوبتی من. خیری از تکی جا کو ببینیم ضربت رو. میفهمی که تو چی کار کردی استاده ای نجیب؟ در این شب باز چی خیال ها کرده اومده ای؟ کو بگو مگر تو خبر داشتی؟ از چی؟ از کاری آرزو خبر داشتی یا نه؟ تو چی شف داری نجیب؟ شف نکن. شفتالو بگو. مگر من با تو نگفته بودم که تو را استفاده میبرم. همش همین است.
سببی نمیشه مرا آواره کرده آمدن همین بود. برای نصیحت کنی بود. من نصیحت هایت را گوش کردن نمیخواهم. خوب نباشد و تو دیگر چیزها را حاضر میفهمانم. با فرمانی من گوش کن. ترکنده رو با ماشین گذاشتن. هدف نجیب بود. با ماشین اول همسرش نشست و جای نجیب همسرش مرد. آواز آرزو است. آواز آرزو. او چی ها میگوید؟ یک بار دیگر گوش کن. با فرمانی من بوده ترکنده رو با ماشین گذاشتن. هدف نجیب بود. با ماشین اول همسرش نشست و جای نجیب همسرش زنم رو یعنی چکل کشتن دخترت را نقل دارد. ناممکن است. ناممکن هرگز چنین نیست. این تهمت است. ساخته چقدر که میخوای این کار کن، اما او همه چیز را اعتراف دارد. خوش آمدید بچه ها. خوش باشه جناب. خوش باشید. رفیق دیرینه رو آوردید، اما حالش خوب نیست. گفت که آقای من سر رو یاد کردم و میخوام دستش رو بوسه کنم. ما هم رد کردن نتوانستیم و آوردیم. بله. همه‌تان رو تبریک میکنم. خوب که کسی آسیب ندیده کار را حل کردید. بغیر از توست او کمی آسیب دید. این همش بخیر است. ای آدم تو این قدر کور هستی؟ کشا چشمانت را کشا. ما را در بغلت ماندن، با تو مثل موش و گربه بازی دارند. از تو استفاده برده خواهش هایشان را اجرا میکنانند و حتی نه آرزو این کار را نکرده است نجیب. من مطمئنم که او کرده است. من همش رو با تو اثبات خواهم کرد. فکر میکنی که قبلا ندیده ایم؟ مگر انا وارد کنی زنها، نیرنگ بازی ها، من با شما مثال عادی یکی تیما قریب بود که قاتلی پدری خود میشود. وای آرزو این ساخته کاری را چخل باور کنم؟ مثل من یک آدم بزرگ به این چخل باور کنن نجیب؟ آقای سینان، این عمل آرزو تنها هنر را گرفته نبود، مرا هم محو گردانید. حیات همه ما رو سوزاند، حیات تمام عائله رو. نجیب، من باید از اینجا برایم و باید همه این را عمیق کنم. به این هم سحر می برایی. لوین گفت که حجتهایی که از دفتر تو یاب شده است و تا علاقمندی ندارد. می شود که حاضر برایم؟ بله می برایی. این را به من ده. میگذار با تو باشد، لیکن فراموش نکن که من یک نسخه دیگر دارم. او به همه کارهایش جواب میدهد. میبینم که تو هم به دست افزیده ای. در را محکم کن. از اول بگویم خوراک های اینجا خیلی بد، از بیرون هم چیزی خواسته نمیتوانیم. چرا که میگویند گنده مردن ندارد.
حتی جاغات هم کشاده شده است. آدمی تو کجاست؟ کیست آدمی من؟ مگر ملکه نیست؟ گوش کن، کاسه صبرم را لبریز نکن. پیکاس مجبور نکن که با نظر درایم. یگید آقای مسر تو رو میپرسد. انسان خوب وقتی ذکرش حاضر می شود. چی خیل؟ ملکه؟ دمت رو گیر. عملی که بر ضد من کردی جوابش را میدی ملکه. دیگر مرو ملکه نگوی، فهمیدی؟ بگیر، این را برای تو فرستادند. خوش باشی پیکاس. من ملکه با یاد آوردی؟ همین خیلی نه؟ عادل کلت رو میکنم. تنسینان گرباشاوی یک موش داشتنت رو نشون ده. کو لیلا؟ مرا از این سراخی کی میبرارید؟ هیچگاه. در همین جا پرسیده نابود میشوی پیکاس. برادران از ما گیله‌مندند آقای پیکاس. مناسبت را چخیل خوب میکنیم. پروا نکن، آنها باز یک جای میشوند. آن وقت یگید را باز فریب میدهد. گوش کن و من گوش کنید بگویم. حاضر هر دویتان را یک جا میبندم و دهان و بینی هر دویتان را میشکنم. دری جاغتان را محکم کنید. دامت رو گیر، وگرنه این منوتی به خودم تو رو میکشم. تو من رو فهمیدی؟ لیکن سخت ترسیدم. بیشرف. شد بس است راه گر رفتیم. با تو حالا کار تمام نشده است پیکاس، فهمیدی؟ کار تمام نشده است. سینا چی کار میکنی؟ تو را میکشم تو را. تو کی بر اومدی؟ سینان چی ها میگویی؟ اکنون همه چیز را میدانم. چی کار میکنی سینان؟ سردی؟ تنی دخترم را. سینان چی ها میگویی؟ کنی گوش کن. با فرمانی من بوده ترکنده رو با ماشین گذاشتن. هدف نجیب بود. با ماشین اول همسرش نشست و جای نجیب همسرش مرد. الو؟ الپرین چه حال داره بچم؟ خوبم دادا. چی گفت شد در این ساعت؟ بخیر است بخیر. بچم با تو یک کارم افتید. برای من در اونجا یک چیز رو گوش کن. موضوعی است که برای ما علاقه خودی وزیر؟ بله. باید فهمی که در پایان آرزو با سینون چی گفته ایستادن. خوب شده دادا، به شما خبر میدیم. تو راستی دروی باز مرا فریب کردی، فریفته کردی، استفاده کردی. تو را میکشم. سینان چی میگویی؟ چی کار میکنی؟ ما رو یک رسم زنی خانه من قاتل دخترم بوده است. دف شو.
با کدام سخن ای بریم چی گپ است اینجا؟ اپا در اینجا کارهای عجیبی شده ایستاده است. سینون مگر تو دیوانه ای؟ میفهمی چی کار کرده ایستادی؟ تو کی هستی که مرا میزنی؟ گوش کن مرا، تو رو محو میگردانم، میکشم، فهمیدی؟ گناهکاری و باز زوری میکنی ها؟ شرم نکرده باز مرا تهدیدم میکنی؟ چی خیلی اینقدر احمق شده میتوانی؟ چی خیلی چنین کور شده میتوانی؟ حق بوده است نجیب، در حقیقت کور بودم و تو بر این مار را در خانه جا کردم. سینون بیهودگویی نکن. این سبت رو مگر از نجیب گرفتی؟ بله. آفرین به تو، آفرین. پرسیدی که این سبت رو از کجا گرفته است؟ نه نپرسیدم. خیر چی؟ به این هم به تو جواب داده نمیتواند سینون، زیرا این صدای ساخته است، کاری که کارمندان پلیس دائما میکنند. حالا هم نفهمیدی مگر؟ دیدی که زورش به ما نمیرسد، اکنون ما رو با یکدیگر جنگ میاندازد. همش پاره از بازی اوست. تو هم او رو باور کرده ای؟ سینون من دختری تو رو چی خیل میکشم؟ این خیل کاری احمقی میشود مگر؟ اپا ارزو چی گپ است اینجا؟ دختری شما گفته یعنی مادری مرا در نظر داری؟ چیکار کرده باشند؟ نوربانو تو کی از خوب خیستی؟ با سوالی من جواب ندادید. نوربانو یگان جای شرح نیست. درسترش پدرت بابایت رو بر ضد من شورانده است. کنی تو رو خواب کن. بابا دادم چی گفته؟ از دانستن میخواهم. با تو گفتم نوربانو رو خواب کن. تو هم چیز چهارت رو جمع کرده دف شو از خانه. نمیخواهم که دوباره رویت رو ببینم. مشکلی نیست، میروم سینون، لیکن برای تو غمگین میشوم. مرانی نجیب رو باور میکنی غمگین میشوم. معلوم است که با تو بازی کرده ایستاده است، تو باشی باور کرده ای. حاجت به بیان نیست. اگر این ثبت راست برایت، من خودم را در پیش چشمانم میکشم. با تو وعده میدهم که این کارو میکنم، لیکن این ساخته است، تو هم میدانی. سینون من تو را دائما دوست داشتم، هرگز دروغ نگفتم. نجیبی که دشمنی ماست او را باور کردیم و مرا نی. سینون من این کارو نکردم، همش دامست به خاطر گرفتن کودکان. چشمانی تو را هم کور کردن. سینون حیف به تو، من میروم، یک طرفیست. نجیب من میدانم که در پشت این کار تو هستی. چی دامی که میگذاری دستانت رو خالی میبینی؟ من یگان دام نانداختم. تو میدانی که برای گلویت رو نفشاردن با چی عذاب خودم رو داشته ایستادم. قاتل، تو یک قاتل رذیل هست. تو از عقل بیگانه شده ای. تو پلیسی رو یک طرف گذاشته به سیاه کردن آدمون مشغولی، تهدید کرده این عملات رو معرفت میدانی. میبینیم گپی کداممان ساخته و گپی کداممان حقیقت است. بخیر است دوستا؟ برای چی آدمون اینجا جمع شدن؟ یگان آدمی مشهور می آید؟ نه اکا، آقای زکی احیا رو انتظارن. خدایا چرا؟ آه اکا، این رو همه میدوند غیر از شما. گویا که زکی احیا ادوکت زن رو تجاوز کرده، پنهانی ثبت کرده. این خبری روز شده است. استاد دام رو ببین. وای وای وای.
حادثه رو فهمیدی؟ مقصدشون اعتبار مرد رو پس کردن عیناً است. همین خیل. آقای زکی به ما یکم شهر نمیدهید؟ بخیر است دیشب حادثه رخ داد من بیخبر ماندم. مگر روزنامه ها را نخواندید؟ وقت نداشتم، روزنامه ها را نخواندم. ادوکت خانم ادعای آن را دارد که شما به ناموس او تجاوز کردید. گوش کنید، امروز 1 اپریل نیست که چنین شوخی های بی‌معنی کنید. مرحمت دادستان خودتان ببینید. کنی با من ده؟ سردارم این تهدید است. تاشکند؟ داداش تو از کجا برآمد؟ سردارم این ادوکاتی که ادعای تجاوز میکند مخبر است. میدانی با چند جا در آمده است؟ اجازه دهید من این احوال را به دادستان فهمانم. خواهش میکنم به من اجازه دهید. هرگز حتی دهانت را نمیگشایی. سردارم این خیلی مگویید. من هم زمان کارمند استخبارات بودم. خاطر مباش، من گذشته را فهمیدم. 3 مراتب به اکادمی پلیس داخل شده موفق نشده ای. بعد در استخبارات چایکش شده به کار در آمده ای. سردارم همه استخباراتچی ها یک وظیفه آشکارا دارند و یک وظیفه اساسی. تشکین دیگر از این حرف مزن. زیاد ویران کردی کار را. کی را فریب میکنی؟ شد رو از اینجا رو. سردارم معلوماتی نادرست دادند. در آنجا گروه ارکن کاندو بود. صد راه هم شدند. تشکین براحت باش. آقای دادستان یکم گفتنیه دارد؟ آن چیزی که میبینید و خواندید تهمت است. در اتاق کاریتان با او واخورده بوده؟ بله واخوری کوتاه داشتم. پس از آشکار کردن حادثه من شرح لازمه را میدیم. این همه کوشش ها برای مانی شدن به پرونده است. خواهش میکنم باور نکنید. این نقشه را برای از وظیفه آزاد کردن دادستان کشیدند. دقیقاً دادستان نو تعیین میکنند. از دادستان نو احتیاط کن. تشکین رو اکنون. این شرمندگی را دیدید؟ متاسفانه آقای دادستان. آقای دادستان مرا یک امتیاز ده. من همش را آشکار میکنم. نیازی این دیوانو را از بالای سر من گرفته ببر. کنی بیا داداریخش رو گوش کن. برارا بار یا 2 بار فهما بعضا با کار میایی اما مبالغه میکنی. غم مخور دادستان. هرگز سرت را خم مکن. تهدید است این من با شما هم دادستان. با من هم چنین کردن. مرحمت آقای دادستان. مهمان ها آمدن. نجیب در حیرتم. تو هم دیدی در صحیفه های اولی روزنامه ها نشر کردند؟ دیدم. مهمان ها کی آیند؟ مشاوران از وزارت. وضعیت همینقدر جدی است؟ آقای دادستان. آقای مسهر خوش آمدید. ببخشید میخواهم با شما در علاهیدگی صحبت کنم. لیکن مشاوران هم مرا انتظارند. خیلی کوتاه، تنها 1-2 دقیقه. نجیب خواهش میکنم ببخشید. خدا نگاه دارد آقای مسهر. مرحبا. تشکر. داره. سرلوحه صحیفه ها را ببین. حال دادستان بد شد. با دادستان پرونده ارکن کاندو این مراتب دیگر خیلی فشار آوردند. این وضعیت ما را خیلی براحت می کند. از اول همین خیل بود گفته نوشتجات ها را نشر کنیم. کاری پرونده نیست که شاله یافتن میگیرد. البته این یک نافنه، این یک لوله اکسیژنی است. نفس که نرفت حالت بد می شود. لیکن در این اسنا پیکاس و واتاز را از دست دادیم. تشکر که با دستگیری شما مرا از محبس آزاد کردند. گرچند که سندهایی که از دفتری من آشکار شده است احتمال است که هر لحظه باز دستگیرم کنند. از این بدترش همین است که امروز یا پگاه به دفتری کاری شما می آیند. برای این وقت است. حاضر برنامه مینیک کم سر می شود. مینیک؟ کدام برنامه؟ با پینار پخش مستقیم دارن. فهم آقای مسهر. بگذار خواستی شما باشه. تشکر آقای دادستان. با اجازه شما. خواهش میکنم تا دیدار. مایلش نجیب تا باز دید.
خوش باشد آقای مسخر. تشکر. آقای دادستان، اگر خواهد مشاوران انتظار نشوند. بایدش نجیب سردار. من همینجور. تشکر. محترم مینیک، من یک زنی اویلا دارم، فرزند دارم. این دادستان به ناموسم تجاوز کرد. به شما چی گفت؟ من برای یک چند سال به نزدش رفته بودم. به من گفت که این کارها رو یک طرف گذارو، در یکون مکانی مخصوص برای در صحبت کنیم. من اول نفهمیدم. بعد خیستن نزدت آمد و خواست که به ناموس تجاوز کنه. چی کار میکنی گفتم؟ به من گفت که از تو خوشم میآید. به شما همین خیلی گفت مگر؟ بله. در جواب چی گفتید شما با او؟ اول خود رو به نادانی زدم، بعد او هم به غضب آمد. سخت ترسیدم. هیچ نباشد دادستانی دولتی. البته جانم، البته از دستی او همه کار می آید. محترم اینه که شما تصور کرده می توانید. باوری کس نمی آید. نفران پاک دامن را تجاوز می کنند. راستی حیف است. ای مردم این دیار، این احوال و شرمندگی را ببینید. به نفرانی که حقوق دولت را میدانند نظر کنید. ما به اینها ناموس‌هایمان را امانت میدیم، اما همه آنها بی‌ناموسی را پیشه کردند. راستی هیچ باورم نمیاد آقای زکی یحیی. در این باره چی میگویی؟ البته این تهمت است آقای مشاور. آیا شما با چنین رفتار کردنی من باور میکنید؟ همه این دروغ و تهدید است. آقای مشاور، اینجا نیرنگ دیهان است. به من در تنهایی صحبت کردن خواست، بعد با بهانه‌های بی‌منطق به من نزدیکتر شدن گرفت. خود را با آغوش من پرداخت. لیکن آنها دلیل دارم. تو چی؟ افسوس که ندارم. انا دیدی قانونی گیریم گناهگار میبروی. حاضر تمام کشور یک زن جبر دیده رو تماشا کرده ایستادند. در مقابلش دادستان پرقوت بیرحم است. هر چی که شر دیم ما رو باور نمیکنند. با من بگو چقدر تو را سفید کرده میتوانیم؟ آقای مشاور، من گناه ندارم و هیچ حاجت به سفید کنی هم نیست. ندیم جان، خواهش میکنم همون رسم رو یک بار دیگر نشون ده. مرحمت محترم اینیک. شرمندگی، به خدا که شرمندگی است. تماشابینان محترم، این رسم است که مردم باید ببینند. پیش از انتخابات این خیلی کارهای شرمندگی میکنن، بعد انتخابات چی میشده باشه خدا میداند. اکنون این رسم رو ببینید و پیشوایان بیچاره ما را یک بار فکر کنید. با فکر من مردم در انتخابات در مسئله آوازدهی نباید خطا کنند. مغزی گپ گفتی ندیم. تماشابینان محترم، در همین جا برنامه به اتمام رسید. تا برنامه های دیگر با شبکه ما بمانید. خیر، نقش رو چخل بازیدم؟ زور بازیدی، عجایب بود. حقی خدمتم رو نمیدی؟ صبر کن. انا همین. این مبلغ کم است. عزیزکم، اگه قناعت کن. روزهای وزین رو پسی سر داریم، عیب می شود. باقی ماندهش رو بعد می گیرم. وضعیت ها مرفهم، مطرب با راضی میکنیم. با فکرم پرونده های ارکین کاندو را حالا یک طرف میمانیم زکی یحیی. یعنی که لازم میاد به تو کمی رخصتی دهیم. مایلش، اما من یگان عیبی ندارم. شما هم باوری دارید که من به این ظرف فشار آوردم. مهم نیست که ما چی را باور کنیم و چی را نکنیم. مهم به چی باور کردن جمعیت است. کمی استراحت میکنیم، به چشم مردم نمایان نمیشوی. دعوا چی میشود؟ دادستان دیگر کار را پیش میبرد. گوش کنید، کار در سطحی است که به سردارشان بران بزرگ میرسد. 3 نفر معلومات های مهمی دادند. حالا این کار را نکنید.
همه معلومات ها و سند های دعوا را به دادستانی نو میدهید. این یگانه راه حل مسئله است. نگفته نماند که از این پس حجت ها و سند ها در عدلیه نه، در استخبارات مخصوص نگاه داشته می شود. چرا؟ چون که آنجا خوبتر حفظ می شوند. دادستانی نو کیست؟ گناه خانم، دادستانی نوی دعوا زکی احیا، از تمام خدمت های تا با این روز کرده اتان منت داریم. با شما موافقیم. گفتن میخوان که خیلی غمگینم. با اجازت شما من میروم. فکر میکنم سخنهایمان را گفتیم. مجلس تمام شد. به طرف جنگل راه رفتن گیر. کمی راه رفت در همون جایم. با من بازی کرده ایستاده ای. بودم برای این انتظار شو بخیم. نمیفهمم که چه کار کرده ایستاده ای. حرکت نکن برات. دستانت رو بالا کن. خیلی هم فکرهای عجیبی است در تو. انشاءالله وقتی که رویم رو طرف تو میگردونم تو رو با کلاهی سرخ نمیبینی. شوخی نکرده ایستادم برات. جدی هستم. دستانت رو با بالا بردار وگرنه تیر رو به سرت خوری میکنم. مایلش چه خیلی که تو بخواهی. دستانت رو بردار. کوباتاس کن نقل کن. چی رو نقل کنم؟ چی دانستن میخواهی؟ شخصیت راهبری دسته نو را دانستن میخواهم. اگر من میبودم سرم رو در بلا نمیموندم. آدم بر این گبزن. گبزن میگویم. گبزن احمق. من نمیدونستم که در موضوع راهبری دسته اینقدر حساس هستی. بران خودش کی است؟ گبزن وتاز. گبزن میگویم. نمیدونم. یگید بحث ایست. تو هم به خوبی با ما همه چیز رو فهمون وگرنه از اینجا زنده نمیبروی. یک دقیقه. من یک چند چیز شنیده بودم. چه شنیده ای گبزن؟ برات با کارهای پستی کرده جواب میدهی. خودت میبینی. بین هم من از اول تو رو نفس نمیدیدم. برای کی کار میکنی؟ مگر برای یگید؟ آرزو تو چه ها میگویی؟ مرا به گپ در آورده ثبت کردی. بعد ثبت رو برده به نجیب دادی. تو حالا همین دو هستی. دانسته به من نزدیک شدی. گپ زن میگویم. گپ زن وگر نمیپرونم. سرده میگویم. نمیپرونم. کنی خیز چی کار میکنی؟ خواطر نشو با تو کاری نمیکنم. برای چی کار میکنی؟ با کجا میروی؟ با ماشینت. درت رو کشو. من هم تو رو با عقل فکر میکردم. آرزو مرا فریفته خیال هایم کردی. بران کی است؟ نزدیک شو. کیست؟ من دو سگ دارم. نام یکی بران، نام دیگر کند. میدونی که اگر از اینجا زنده برایم
چی کار میکنم؟ پسرت را میابم چنان عذاب میدیم که حتی تو تصور کرده نمیتوانی. من حاضر تو را احمق. پس تو سگی پلید یک رویت را دوام میدی ها؟ دوام میدی؟ ایست. او میخواهد که او را تو بکشی. ایست. فریفته بازی او مشو. یگید ایست. چی کاری که کنی او گپ نمیزند. بیهوده کوشش نکن. در ماشین من چی کار میکنی؟ بیدار شو اکنون. نفری تو رو گوش کرده است. راست است؟ تو از کجا میدانی؟ در ماشین تنها هر دویمان بودیم. من چیزی سب نکردم. پس نفری دیگر گوش کرده است. من اگیر باورم نمیوید. این رو کی و چه خیل کرده است؟ موی سفید تو ثبت آواز رو از کی گرفته است؟ از نجیب. جواب رو یافتی. کارت با من تمام شده باشد من رفتم. برات ایست. مرا ببخش. بس سوی من سلاح کشیدی. در حقیقت فکر کردم که این کارو تو کرده. نمیدونستم که در ماشین جهاز گذاشتن. برات التماس مرا از این کار نجات ده. سینام بخیر است. لیکن اکنون نجیب میدوند. همه چیز را میدوند. دنبالم را سر نمیدهد. خواطر نباش. این کاری غیر قانونی است. با این کاری کرده نمیتواند. التماس مرا نجات ده برات. گوش کن. ما در این ساختار تنها یک پیاده گردیم. اگر که تو مرا دستگیری کنی من هم تو رو دستگیری میکنم. خواطر نشم من هم میکنم. تو تنها چی کار کردنم را بگوی. به نزد سینام رو و محبت شیرینت رو به او نشان دادن کرد. اگر گریزی گناه را قبول کرده ای از این پس با تو یک جایم. شد چه خیلی که تو میخواهی. چرا فکر میکنید سردارم؟ آینده ام را. چیل؟ و مثل که راه خارجه برایم نمایان شد. اینها مرا محو میکنند. در آخر مرا مییابند. آخه سردارم به شما نابود میشویم. مینیک دیگر یگان راهی نماندند. یگی تو مظهر ما را در کنج محکم کردند. اما پیکاز در درون، شما در خارجه، ما در کجا؟ خوش آمدی خوش باشید. مسئله زکی یحیی چی شد؟ حداقل کمی وقت به دست آوردیم. چند مدت مانع اما نمی شود. به جای ما رو تعیین کردند. خیلی خوب. حاضر چیکار میکنیم؟ طلب کردی که تمامی حجت‌های ارکن کاندو را به استخبارات مخصوص ببرند؟ بله. مینیک تو واتاز را رفته ببین. مایلش سردارم. با او بگو که به خارجه رفتم. برای کمک کردن توانستنم غمگینم. این نوشتجات را به واتاز بده. فهمو سردارم، خواهشتون رو به جا میارم. حتی با ذوق میکنم. گناه، من به خارجه میروم. شما وظیفه هایتان را به طور مکمل اجرا میکنید. خواطر نشوید. برگشتم همش خوب میشود. فهمو سردارم. با اجازه شما. خیر از خانم. آقای داستان، چه شما؟ چه شام نجیب سردار؟ برای همسرم چگونه نگاه میکنم؟ و مردمی محله تهمت بودن این کار را چه فهمانم؟ در یک جایی که این کار را هم پشت سر میکنید
شما را نمیمونیم که سید گرگان شد آقای دادستان. منت دارم. خدا خواهد روزهای نزدین را هم آسان میگردم. انشاءالله. انشاءالله. نجیب، این دادستان زن را نظارت میکن. آقای دادستان مگر نسبتش یگان شبهه دارید؟ باید احتیاط کنیم. من او را از دوره دانشجویی میشناسم. یکی سال هاست که گاه نخورده. زیر کوپ رو با پای زیاد گذاشت. یعنی شاید که ارکن کندو طرف نازکی او را هم دریافته است استفاده دارد. فکر میکنم که اندیشه دارید که به دعوا ضرر میرسد. بله، من اینجا نباشم هم دعوا تا نتیجهش باید نظارت شود. این مسئله شخصی توست، نه از من و نه از نفری دیگر. مسئله وطن است. خواطر نباشید، من کافتکاب میکنم آقای دادستان. اگر وقتتان باشد یک فکرتان را خواهش میکردم که دانم. برای شما وقت دارم نجیب سردار. مرحمت، شما را گوش میکنم. اگر خواهید درون ماشین صحبت کنید. خوب بشه. مرحمت. تشکر. با فرمانی من بودای ترکنده رو با ماشین گذاشتن. هدف نجیب بود. با ماشین اول همسرش نشست، با جای نجیب همسرش مرد. همه چیز را از نظر گذرانید. یگان ایزی کوچکی هم نگذارید که از دنبالمون شوند. خوب شده سردارم. محترم برام اینجا چی گپ است؟ به سفری دور میبرایم، لیکن البته که دراز مدت نیست. سفرها بخیر. به جایی که کسی نداند. کمی دیرتر به کشتی سوار شده نیست سردارم، اما برای چی میروید؟ از برای نجیب و مظهر. محیطی مرا تعیین کردن. احتمال که به اینجا بیایند. باید آماده باشیم. گفتنی هستید که آنها مرا به سیوری تپه روان نکرده از اینجا روم؟ عیناً همین خیل برات، عیناً. اگر به فایده ما نشود حل مسئله دشوار میگردد. اگر به فایده ما شود پس به سوی پرونده شنا میکنیم. همه حجت ها را یک به یک نیست کنید. خوب شده سردارم. سند های مهمترین را با خود میگیریم. زودتر باشید. اطاعت سردارم. شما چه فکر دارید آقای دادستان؟ نجیب سردار، به فکرم قاتل همسرتان را میابید. لیکن این صد را چون دلیل در سود استفاده کرده نمیتوانید. این را من هم میدونم، لیکن چیکار کردنم را نمیدونم. جنایت معلوم، جنایتکار معلوم، لیکن نزد عدالت برآورده نمیتوانم. این چه خیل کار است؟ غیر قانونی گوش نکردید آخر؟ اگر این کرده باشید به سرتان بالا میآید. نه آقای دادستان، غیر قانونی گوش نکردم. پس سب چه خیل به دستتان رسید؟ دیشب با یک عملیاتی رفتیم. نفری که رویش را دیده نمیتوانستم مرا به کنج برد و جهاز را داد که چی بودنش را نمیدانم. عجایب. دوستهای ناعیانی داری نجیب سردار. آقای دادستان، ما همه وقت با شما هستیم. تشکر. تشکر زیاد. سردارم شما که روید ارکن کندو بیراهبر میماند. کارها همتا گتار گردد چی میشود؟ پروا نکن برات. در اینجا نباشم هم کمک های مادی و معنوی هم با شماست. هر یک پیشروی را نظارت میکنم. صف دوستان خارجی همون را باید زیاد کنیم. همه آمادگی ها تمام شدن؟ خب
بعد نصف روزی میبراییم. قماندان زنگ زد. کشتی تیار. در اتکوی انتظارن. باید زود روید. زودتر باشید بچه ها. کی را اینجا میبینم؟ چگونه جناب کثیف ببخشید شریف؟ خفه میکنی آقا یگید. اینجا با حجتهای ادوکاتی هم اومدم. من این وکالت نامم. باز قلبکی نباشد. همه را مثل خودت فکر نکن. مرا اکنون به زیر حمایم و تاز رو برو نمایید. کی اومدند؟ بخیر است؟ مگر یگان عملیات اغوا انگیزی است؟ اغوا انگیز کیست معلوم است لکی. لیلا بگویم، ملکه بگویم، التماس باز تو رو 1 ساعت نفهمونم. وقت ندارم. وقتم رو نگیرید. آقای یگید، اگر خواهید جنوب را خانه آیندهش را نشان دهم. با جان و دل لیلا. آقای کیا مرحمت نمایید. می توانید مهمانخانه آینده تان را یک بار از نظر گذرانید. خیلی خنده آور. خنده آور اما حقیقت است آقای کیا. کمات تو هم انشاءالله همینجا میشوی. زبانت سوزه. مرحمت. رفتیم. محترم کوبیلای، شما رو پس این پنجره میبینم و باور کنید جگرم میسوزد. با شما رفتاری بد نمیکنم. خوب است و خیر؟ انتظارم که روز شود و دوران ما شود. سردارم خواطر ما باشه. روزی برآمدن شما خیلی نزدیک شده است. با تمام هستی انتظارم. خواهش میکنم ما رو تنها گذاره. باز در کجا فتنه و اغوا انداختنتان را مصلحت میکنید؟ سخن سنجیده گو ایگی جان، تا دوست را دشمن نگردانی، وگرنه مجبور میشوم که از بالایت شکایت کنم. مرحمت، یک جای به سود میرویم. صبر کن. آن روز هم می آید. ده دقیقه وقت دارید جنابان. بخیر است آقای کیا. تو رو چی بلا زد که به اینجا آمدی؟ بلایی به سرمان آمده را نپرس و تاز. در زندان مایم و شما غمگینید. بران بزرگ این کشور را ترک میکند. کشور را ترک میکند؟ تو جدی میگویی؟ پس گپ زن. لطیف، یک منظره رو تماشا کرده دلگیر نشدی؟ یکون فیلم بمون تماشا کنیم. تو رفته فیلمت رو در کاخی سینما تماشا کن. اینجا جای کار است. گپ رو ببین. یگان کس نداند فکر میکند که ارکن کندو رو تنها تو شکست داده ای. مرا خفه کردی رو. جنابان، باید دیگر بحث نکنید. نوار نظارت خانه را با من نشان دهید. فهم آقا، حاضر. راهبر گفت که مرا ببخشد که او را آزاد کردن نتوانستم. بالای او حقی ندارم. اگر باشد هم حق او در من است. پس حقت را حلال کن. چیکار کنم؟ در حال بگو. بیا نزدیک بیا. این رزیلان در آنجا چی میگفته باشند؟ احمق را میکشد. زودتر با من بیایید. استکمونت بکشد را. خسکمون جهان پاک گفتن. کم میشود لیکن گناهش در سر ما میماند. بسیار گپ نزن خیری. زودتر عاطف نوار را ثبت کن. ببخشید کار این نوار آخه خیلی سرده بتاز. سرده بگویم.
میکشم اون رو میکشم. سرده میکشین پیرزن را. خواهشم کشتن است. سرده بگن بتاز. چه خیلی شد که سرد در خط جان سنگ دیگر شده است. آخرین این چه حوال است؟ مینیک آمده است تا بگوید که مرا به مرگ حکم کردند. مانید همینجا گلویش را فشارم. مانید همینجا بکشمش. بیا آقای که بیا از اینجا میبروی. من هیچ چیز نگفتم آخی. اون گلویم رو فشرد. کاش که نفس گیر میشدی میموردی. لبای چی گفتید؟ نه هیچ گپ نیست. بیا رویم راه گل. رحمت نامردها دستات شکنه. خائنها، من برای آنکه شما را نجات دهم جانم را سپر کردم. مرا به این احوال ترک کردن نمیتوانید. همه‌تان را به دار میآویزم. من نفری نیستم که مرا استفاده کرده فریب دهید. یگید هر چی که خواهی به تو میگویم. همه اش را میگویم. سیر این ابلهان را آشکار میکنم. آه تو خائن. آنها با کی بازی کردنشان را نمیدونند. چخیل درست است. انا درست شد. تشکر زیاد جناب. این چی وحشت، این چی ویران کاری. این وحشی شده است که چون این حیوانگری را یکان بار ندیده بودم. من هم ندیده بودم. مگر این وحشیان رو شما تربیت نکرده اید؟ ها آقای که چی ارتباطی دارد؟ من بیگناهم. درد رو نبینی آقای که جانت رو با یک عذاب خلاص کرده ای؟ نپرسید لیلا خانم. یک بار گلویم رو فشرد. دیگر اینجا نمیبیام. گوشم کشیدم. تو این خیر سخن نمی کردی؟ معلوم شد که خونکی مرگ رو حس کرده. زبانت قلبت رو گوش نمی کند. خدا نشان ندهد. من جوانم آزیر. خیری؟ ای رو با ماشینش سوار کرده. روانش کن. فهمیدم. مرحمت. تشکر زیاد. خوش آمدی جناب کایا. لیلا و تاز بیانات میدهد. زود اتاق بازپرسی را آماده بکن. زودتر. چه خیل به یک دیگر در حال زید میشوند. زودتر باش. زودتر لیلا. زودتر باش. زودتر. با فرمانی من مودای ترکنده رو با ماشین گذاشتن. هدف نجیب بود. با ماشین اول همسرش نشست. با جای نجیب همسرش مرد. نجیب علماز گوش میکند. مرا خوب گوش کن. باز تو کی هستی؟ نفری که با تو ساعت رو دادم. حوزه مرا خوب گوش کن. بگو کی هستی؟ از کجایی؟ بیا واخوریم. یا اینکه جایت رو بگوی من میآیم. اینها رو یک طرف ویمانو گوش کن. نفری رو که دنبالش هستید میگریزد. دنبال بسیار کسان میباشیم. تو کدامش رو در نظر داری؟ برام ساعتی 3 از اتاکوی در کشتی ساعت 1 میشیند. دوستم چرا خودت رو معرفی نمیکنی؟ چرا با من کمک میکنی؟ زودتر باش وگرنه مرد میگریزد. از من گفتم. عجبا کیست این آدم؟ کیست؟ مانم خرگوش گریزد و سگانی تازه بیدوند. من با تو حساب و خطابی دیگر دارم. حتما میابم. مسئله برون رو با آقای مصر مصلحت میکنم. سردارم دادستان پرونده ها رو جمع کرده است. با استخبارات مخصوص میرویم. شد من میایم. به این همانجا کار دارم. هرچی میخواهی بپرس. همش را میگویم. با تو نام شخصی اول رو نیز میگویم. کنی بگو کیست شخصی اول؟ نفری که هیچ نمیدانستید. نامی که تا امروز بار هم نشونیده اید. بله، خودش تاجری دارایی می باشد. همه ثروتش در خارج است و اینجا در 2-3 ماه یک مرتبه می آید و نقشه می کشد. وزیر در استانبول است؟ بله. شما که به ارکن کاندو ضربه های پای در پای زدید، از استفاده بری بیگانگان دست کشید. خودش آمده به سر کرسی نشست. خیر هدفش چیست؟ برای چی سازمان ارکین کاندو را تشکیل کرد؟ مخفی
اینро با ما نگفت. چی خیلی نگفت؟ با فکرم او با این ملت قصد دارد. با این ملت چی داد و گرفت دارد؟ از این ملت نفرت میکند. سبب؟ این طرفش کار شما. یگید به تو یک چیز را باید بگویم. گپ زن. چرا خاموشی گپ زن؟ آن معلومات هایی که شما دسترس کردید آنقدر هم مهم نیستند. یگید واقعه اساسی را بگویم. بگو آخر و تاز بگو. من رو دیوانه نکن بگویم. گپ زن. شخص اول این کشور را ترک میکند. کشور را ترک میکند؟ کی؟ از کجا؟ زودتر بگو و تاز زودتر گپ زن. اینش را نمیدانم. آماده ایم نیازی؟ آماده ایم سردارم. با دقت باشید. همتون احتیاط کنید. خواطر نباشد خانم دادستان. بیا رویم. مرحمت. سردارم، نسبت به گفته های وطاس شما چی اندیشه دارید؟ معلومات های داده شده شاید درست باشند، لیکن یک باره به سخن در آمدن او را فهمیدن دشوار است. عاطف این آدم را از نظر گذران. خودش کیست، از کجاست، چی میخورد و چی مینوشد، همه معلومات در کاری و نادرکار را میخواهم. فهمیدی؟ اطاعت آقای مسر. آقای مسر، به فکر شما بران این نفر اول است و در حقیقت و امروز کشور را ترک میکند؟ وظیفه ما هر یک معلومات را سنجیدن است. این معلومات راست است یا دروغ است باید که ما حتما آن را بسنجیم. دشمن هم باشد باید گفته های او را درست گفته با انابت گیریم. بله. و باز باید هوشیار باشیم، شاید معلومات بر دروغ باشد. راست میگوید سردارم. یک بار دیگر شدن وطاس مرا هم حیران کرد. آقای مسهر، نجیب سردار همراه خانم دادستان آمدند. خوش آمدید. خوش باشید. شناس میکنم. دادستان گناه خانم. با جای آقای زکی یحیی پرونده ارکن کاندو رو دوام میدم. ممنونم. من هم فکر میکنم که برای نگاه داشتن حجت اینجا بی خطر است. حادثه سال گذشته معلوم است. سخن درباره آینده فرزندان و ملت می رود و مثل گوهره که چشم نگاه میکنیم. خواطر نشوید. خیری اینها را گیر. اطاعت آقای مسهر. به قسمت مخصوص ببرید. بیا من هم تو را کمک میکنم. خانم دادستان با شما هم تشکر. مانده شدید، استراحت کنید. مرحمت خانم دادستان. آقای مسهر، با شما یک موضوع رو مطرح کردن. البته بیا. بگذار با اینجا. حجت هم بسیار بوده است. آقای زکی یحیی شب و روز کار کرده است والله. خیری آقای زکی باید خیلی با دقت باشد. در یک خطای کوچک این تهمت رو پس سرش میزنند. راست میگوید که هنگامی دستگیر کنی در دست دادستان سند بود، اما چنان معامله کردند که گویا هیچ است. پس از رفتن محترم دادستان همه کس کفالت دهنده شده. کفالت دهی آنها سخنی خالی است. کفالت های بی‌معنی. طول 2.5 سال روی آدم را ندیدن. چی کار میکنن؟ چی میخورن؟ چی مینوشن؟ کسی فکر نکرده است. از ارکن کاندو دستگیر کردن. همه کفیل شدن. بله
валлоҳ ба оғои закӣ офарин. То ҷое ки ман ӯро мешиносам он қадар одами бад неста? солҳост мешиносам. ягон кори ғайриқонунияшро дидем? Надидем. ин чи аст боз? чӣ хел парванда бошад? нараз хайри, мон дар ҷояш надарони боз. фаҳмо ака, чаро медаронам? бе ин ҳам корро тамом кардем. биё мебароем. биё рафтем. این سرود دلاشوب را کی می‌سراید؟ چی؟ آوازی من را نشناختی؟ من می‌سرایم. سروینوز بسیار عالی جناب. تو آوازت را احتیاط نمی‌کنی. در این برف، در این خنکی. تکا به سراینده نفسی تازه و صدای فارم می‌بخشد. من همه شما را به کنسرت خود دعوت می‌نمایم. танҳо як рӯз ва танҳо барои шумо 1 май соати 14 дар кохи борбад консерти сарояндаи хушовози ансамбли сипар Сарвиноз Юсуфӣ бо номи 1001 шаб баргузор мегардад. марҳабо ба иди зебоӣ. ман интизори шумоям. سروینوز صبر کن. تو معرفی من رو فراموش کردی. تو رو محض خودی من روز کنسرت معرفی میکنم. کزوی خواه کچ مجنون یار لیلا در یاری من کن. یک دیش یک دریا آب و یک سر خاکه از همه داغوره ها و به لباسای شما جلو میبخشد. شیخ در پاکیزگیش گپ نیست. گرچینی لکتهای گلاست. بافی انتخاب زیاد است و تب نازک. بافی انتخاب انیق است و درست. اینها نه تنها خاکه همچنین محصولات مایع نیز دارند. اگر خواهید که زندگیتان مثل من شیرین و گوارا گذرد، پس موادهای شکلاتی و قنادی شرکت ترکی و آزلین را در تاجیکستان از بازار فراوان با نرخ خیلی ارزان خریداری نمایید. 985 88 90 90 زنگ زنید. الو سلام علیکم. شرکت قنادی آزلین؟ بله خودش. همون بایدتون رو دیدم، رکلامتون رو دیدم. بگم همین خندو در حقیقت بود ازتن؟ بله هم با مزه است هم نرخش خیلی ارزان. نه فکر کردم بگم شوخی نکنید. شنیدن کی بود مانند دیدن. سلامت باشید برادر. شنیدن کی بود مانند چشیدن. این رو رفته دیدن در فرصت فرا رسید. عشق سومن و مهراب آشکار می شود. روزگاری پرماجرای یک جوانی دهاتی، تپش قلب، رنج مادر، انتظارت میشه، جدایی و دیدار، بهار عشق و خزان اندوه. ارزنده ترین راه در فیلمی مهراب. Хочется сладкого? Лакомка от фабрики «Ата» – это то, что нужно. Вафельный сюрприз и шоколадное удовольствие. А теперь еще и лакомка мини. Маленький праздник каждый день. Лакомка вафли в шоколадной глазури от фабрики «Ата». Самое сладкое удовольствие.